در همون مسجدی چند نفر جمع بود؟ 110,000 آدم جمع شده. اینا جمع شده. اینا ما اومدیم الله تبارک و تعالی این خنوش نعمتی که الله دامور داده، این که الله تبارک و تعالی دامور چشم، بینی، گوش، تمامی که اعضایی که عضوایی که الله تبارک و تعالی دامور داده، به خاطر داده که ما الله تبارک و تعالی چیکار کنیم؟ سپاسگزار شیم و حمد الله چیکار کنیم؟ به جا بیاریم. این خنوش نعمتی که الله داده نگاه کن. سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. میام برادران اهل اسلام ان شاء الله دستگیر اگر ایشون باشه ان شاء الله با خیلی صحبت خیلی خوب میشه ان شاء الله با یاردم الله تبارک و تعالی. نگاه کن الله تبارک و تعالی این نعمت خیلی به خیلی الله تبارک و تعالی نعمت فراوان چیکار کرده برای بنده که بنده چیکار کنند شکرش به جا بیارن. این خنوش نعمت الله تبارک و تعالی نگاه کن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله تبارك وتعالى و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد در حدیث مبارک می‌فرماید که حدیث صحیح قال رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب به چیکار میکنه با این عملی که صالح احب الى الله ادومها و این قل میگه محبوب ترین عمل در نزد الله عملی است که کم باشه نه که بردوام باشه. الله تبارک و تعالی عمل چیکار میکنه؟ قبول میکنه. عملی باشه که دیر باشه و بیسا باشه دیر باشه قبول، کم باشه و نه که بردوام باشه الله چیکار میکنه؟ قبول میکنه. الله تبارک و تعالی این خنوش نعمت داده فراوان خیلی روز در سلج چشمه میگنش در همونجا حضور داریم. این مردم برای مسجد دیدن، برای که مسجد 110,000 آدم جمع شدگی و شبه نیست. خیلی مسجدی کلانتری ممکن باشه در این ترکیه والله اعلم. اینا نگاه کن سبحان الله این قدرت الله تا نگاه کن. این موشین این بحر این قدر بینای اوشانه کلانترین این قدر الله تبارک و تعالی برای بنداش هم بچیو کرده خلق کرده. والحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.